یکی از پوستون‌های مستحکم نثر تاجیک فردی که در اثرهایش یک دوره تاریخی را خیلی معاصر و زیبا آفریده است. در برابر عینی و اولوغزاده و دیگران نمی‌شود آغاز نثر معاصر تاجیک را بدون او تصور کرد. بله، این شخص نویسنده خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه به نام ابو عبدالله هولاکی جلال اکرامی میباشد. ما امروز تصمیم گرفتیم در برنامه قدمجوی خود قدمجوی این ابرمرد زنده یاد را زیارت کنیم، زیرا زیارت قدمجوی چنین شخصیت ها کار است خیر و ثواب. سال 80 به این اویلا داخل شدم. کلینی نویسنده یک چند سال به من میسر شد که در اویله همین کس زندگی کردم. از نزدیک شناخته شدم. به هر حال با وجود اون که من جلال اکرامی نویسنده بهترین تاجیک میشماریدم، از وقتی که کتاب خوند شدم و ادبیات تاجیک شناخته شدم، من اون کس عمق میگفتم. با من همچون پدر رفتار میکردن. من اینجا مهمانخانه بابام. من تماما خودترک بودم که اینجا کوچیده اومدن با مادر کلانم. در اینجا مهمانای بسیار جمع میشد. جوراهاشون می آمد. ساتیم اولوغزاده، باقر رحیمزاده، میرزا طلسمزاده. ما خود بودیم، دولی همینا با کلان می شدیم، گپاشون گوش میکردیم. بسیار خلوتای عجایب میگذراندن، شبنشینی عجایب میگذراندن. من در این صورت لیسیکوف گفتگی رسوم مشهوری دوره سویتی بودن. 60 سالگی بابام. در اینجا صورت بابام وقتی 50 سالگیشون با همون رسوم لیسیکوف کشیدگی بودن. در این خانه بسیار تحفه ها جمع شدگی. تحفه هایی که بابام با جراهاشون، نزدیکاشون تحفه میکردن. من مثال این طبقه خوشروی 80 سالگی بابام با از اتفاق نویسنده ها تحفه شده است. بابام بسیار مناجات، 6 مقام گوش میکردن. همین پاتیفون داشتن و همین با میموندن و با مادر کلانم گوش کرده میشیشتن. خورد بودیم، گو وقت میفهمیدیم، گو وقت نمیفهمیدیم. لیکن آسته یاد گرفتیم. ما هم حاضر نغز میبینیم، گو وقت گوش کرده میستیم. سرکتی خسته کارگی میکردن. من مثلا بعضی چیزاشون در اینجا موندگی ما نگاه داشتیم. تا حالیه همچون خاطره، همچون سیمین ریلیکویه. جامعشون هست. من جامعه نظم دیدن. جامعه کوتاهکک بسیار میزیبید اون کسبه. وقتی خونوکی با پوشیده همین کتین سر استولشون داشته کار میکردن، حولی میبرومدن. باز در اینجا ما یک چیز من نشون دادنی بودم. اما کم هیئتی نمایندگان تاجیکستان کتین در روزهای ادبیات و فرهنگ تاجیکستان در دیگر جمهوری‌ها اشتراک میکردن و از اونجا تحفه‌های بسیار میآوردن. مثلا از قزاقستان من این جامعه و این کلاهی قزاقی گرفته آورده که بودن. بسیار پوشیدن. یک چند بار پیش ما نشان دادن. بعد ما اینو جمع کرده موندن. کلاهش کتین این جامعه ما زیبید گفته گپ میزدیم. اینش از ترکمنستان آورده بودن. اینم تحفه از ترکمنان، جامعه ترکمنی. همچون تحفه خاطرات از همون سفرشون نقد میدیدن. این چیزای جمع کرده میموندن. لباس پوشیشون بسیار کنسرواتور بودن. یک تا کاستوم نقد میدیدگیشون بود. همون کاستوم فقط بجای که میرفتن میپوشیدن. بعد خوشتومنم سعادت بانو میگفتن که دیگر چیزتون نپوشید، آخر یک گله چیزی دیگر دارید. نه ما همین معقول گفته کوشش میکردن که همون چیز کتین جای روان. همه لباس با اون کس با میزه بید. قد بلند بودن. خیلی خودتون اگر سیومکوی پیش ندیدگی باشید، قد بلندی، قامت بلندی خوشرو بودن.
اینجا اتاق کاری نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی مебошад. بینید که این میز همون خیلی که بود در همون دوره حالا هم همین خیلی هست. شاید رمانی برجسته دختر آتش رو جلال اکرامی با همین قلم نوشته باشد. این یک جای مقدس برای ما. ما اینجا خودمون دویده نمیدار اومدیم. اتاق کاری بابام با تق تق میکردیم. بعد آوازشون میبرامد. یعنی ممکن بود که درویم. میدار اومدیم و یک تا مچی کرده دویده میبرامدیم. میدانستیم که خلال دادن ممکن نیه، گپ زدن ممکن نیه، پریشان نشوند. فقط دست کتی می نویستن، خطی فارسی کتی می نویستن. بعد دخترشون خالای من با کلیلی می گرداندن. عادتشون بود که سهر بر وقت می خستن و البته فیزکولتورا می کردن. بعد در اومده کار می کردن. گیردشون با فقط صورت بود. صورتوی مو، صورتوی نزدیکانشون. مایده بودیم هر خیل открыткаҳо карда медодем, гирдашон ба мемонданд. Барои ман инҷа ҷои муқаддасту ҳолоя. Вақте ки инҷа ба медарум, як ҳиссиёти як зиёд мегирад, ёд мекунам, бисёр ёд мекунем. Одами бузург буданд, гапои аҷоиб мегуфтанд. Ба ҳар як саволи мо ҷавоб медоданд, мефаҳмонданд. Барои чӣ? چی خیلی می شود؟ از کجا؟ مایده بودیم، هر خیلی سوالو می دادیم. بابام عموما بسیار تکنیکای نغز می دیدن. هر یک نمودی تکنیکایی که می برامد اون که دستیافت می کردن از گرامافون و مگنیتافون سر کرده. مایده بودیم بسیار آوازوی مویا می نوشتن. هر یک عمدگی همون با شعر می گفتیم، شعر مویا می نویستن. نقل مویا می نویستن که چه خیلی اومدیم اینجا با، از کجا اومدیم اینجا با. بعد همونای گوش می کردن. یگون اید با همه جمع شوی می موندن، ما گوش می کردیم. که نه کامیرا داشتن. بسیار امکان آش ناز می‌دیدن و خودشون می‌پختن. آش هر یک شنبه اویلمون جمع می‌شد، مکس آش می‌پختن. بعد آش یک مخصوصیت داشت آششون. هم گوشتی گاو می‌انداختن، هم گوشتی مرغ البته می‌انداختن. و کمک شکر می‌انداختن آششون با بسیار شیرین می‌شد. بعد عموما چیزی شیرین ناز می‌دیدن، شیرینیه. حلوا پخته می‌پختن از چهار مغز و شکر. من بهم یاد دادن همون حلوایه. بعضی من می‌پزم حاضر. این ابیارشون در این اکرامی حاضر خوندن یاد گرفته است و فقط میگه که من که کلاغی شدم کتابوی بابا کلانم میخوانم. این عصای بابام. اون که از عصا نمیگرفتن. لیکن این عصای در وقت سرما بولی یا خوب استفاده میبردن، همین کتی میبرامدن. دیگه وظیفه این عصا یک طرفه کردنی پرده بود. یا از آفتاب محکم میکردن، یا بگوی میکشودن، صحرا میکشودن. همین خاطرم به نغز موند، ما میخندیدیم.
дар як кӯчаи на чандон тӯлонӣ чандин шахсиятҳои бузург зиндагӣ карданду то ҳол мекунанд. ҳоло бо ифтихор одамони ин кӯча мегӯянд Ҷалол Икромӣ ҳамсояи мо буд. ӯ воқеан ҳамсоя, ҳамдил, ҳамрози ҳар яки мову шумост. зеро ӯ номашро дар лавҳи зиндагӣ барои абадият навишта кард. ҳаргиз намирад он ки дилаш зинда шуд ба ишқ, сабт аст дар ҷаридаи олам давоми мо.